یک مرد بیگانه با زن بیگانه در یک خونه ششتیان چای خوردستیان، این کی است؟ اکا خانم ایرود در خوب. اکا خان چی هست؟ در اسلام خیلی گپ نیست بچو. اگر که اجازت میشد خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم اجازت میداد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمدنا با احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. الآیه. خداوند گفت که حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم برای هیچ کدام شما را پدر نیست. ای زید، این محمد پدر ایت نیست، این پیغمبر ایت است، این مولا ایت است، این رسول خدا است، خاتمه تمام پیغمبران است. با این در این نبوت دیگه بسته می شود. بعدی دیگه پیغمبر مبعوث نمی گردد. شریعت محمد صلی الله علیه و سلم شریعت آخران خواهد بود. پس حکم پسرخواندگی و دخترخواندگی و برادرخواندگی و مادرخوان و دیگر از بین رفت. اما این سخن به مردم هیچ اثر نمیکرد. بعضی کارهایی است که مردم به حد تعصب دارن که همین 100 بار بگو و درم تعصب خشو میستن. سوال میکنن دوملو همه اشاره سبابه حکمش چی است؟ میگیم سنت است. دلیلش چی است؟ دلیلش 36 حدیث صحیح که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. دلیلش آن است که امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفه در کتاب صلات میگه که رأیت ابو حنیفه یفعل هکذا. دیدم که امام اعظم ابو حنیفه اشاره میکرد سبابه. چه خیلی میکننش؟ بسیار خوب. 10 مراتب نشون دادم. از این بالای منبر با دیده میشود. در کجا انگشت میبرداری، در وقتی نفی، در وقتی اثبات میگذاری. یک حاجی میگه که دوملا میگه پا میگویا هم در صف نگاه کن، اکثریت نمیکنن. بعد حقیقتا اهمیت دادیم در این پهلوی خودم شتگیو نمیکنم. آخی نمیکنه سوال برای چی میته؟ برای سر دل تو میته که ما خودمون میکنیم، همین رو نشون میتیم، تعلیم میتیم که مردم یگان خلاف نداره. این حدیث، این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ خلافی نداره، هیچ دلیل در مقابلش نیست، غیر گپ‌های بیهوده، گپ‌های پلفته. آخه این سنت پیغمبره، سنت پیغمبره که کردی اجر ثواب میگیری. بکنیشم یگایی نکنیش، نخود سنت پیغمبره بکنیم یک باشم نکنیم. این در کجای عقلی آدم تغری میگیره؟ انا همی خیلی همی امری برادر خواندگی و پسر خواندگی اگر چند خداوند آیت نازل کرد در میان مردم هم قدر مستحکم ایستاده بود که هیچ به هیچ وجه نمیخواستن که از این دست بکشن. از این خاطر در نقشه پروردگار ازدواج زینب با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این در نقشه خداوند متعال بود. تا زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا اثبات شونه میکرد که آخه پسر خواند حکم نداره در شریعت، شخصی را پسر خوانده گفتی او حکم پسری تر نمیگیرد، همین را اگر عملا اثبات نمیکرد قبول نمیکردن. بله بعضی حکمایی است که تا رسول الله خودش چنگ نمیزد نمیکردن. در سال جنگ حدیبیه، سال صلح حدیبیه، حضرت صلح بس با قریشی ها، اونا گفتن که حاجی ها را، کسایی که نیت حج داشتن، منع کردن مسلمان ها را، گفتن امسال نمیدروید، سال آینده میایه همه عمره را قضا میداره، سال آینده مدت 3 روز مکه را از برای شما خالی میکنیم، مرحمت مناسک عمرتون انجام بده. حضرت امضا کرده همه را، مرد به مسلمان ها مراجعت میکند که ای مسلمان ها، همو هدیه هایی که برده، مال هایی که برای قربانی میبرید در همینجا بکشه، ختونه حلال کنه، سال آینده آمده و بعد عمره قضا میکنیم. یگان کس از جوش نمیخیزه. مسلمانایی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جانشون فدا میکردن، مسلمانایی که عروه ابن مسعود ثقفی آمد در پیش قریشی ها گفت که مردم، محمد صلی الله علیه و سلم برای قومش حکمش از حکم پادشاه را بالا است. وقتی وضو میگیرد برای قطره های آبی که در ریشش است بین مسلمان ها جنگ می شود که تبرکم بگیریم در روم بشکیم. همین مسلمان ها امر پیغمبر را گوش نکردن، نخیستن، مولا نکشتن.
بعد همه ام سلمه مادرم خدا رحمتش کنه گفت بسیار زنی زیرک دانشمند بود. گفت یا رسول الله، گفت به هیچ که گپ نزن، خودت بخیز شتر قربانی را بکش، بعد دیگه رو به تو تقلید کرده و عمل میکنن. حضرت دست آستین بالا کرد، خودش شروع کرد شتر وقتی که کشت همه از جوش خیستن، بعد به ملکشی شروع کردن. انا همین جدم خداوند متعال در نقشش گرفته بود که توسط نکاح زینب بنت جحش با رسول الله صلی الله علیه و سلم خرافات پسرخواندگی و پدرخواندگی را از بین ببرد. این آیت در قرآن اومده است بچه‌های عزیز. خدای نکرده شما همه سفسطه این زردشتی ها و زردوش معابه ها و مستشرقای خارجی احمق نگیرید با خودتون کافر کنید. برای که همون سوال با اون طرزی که گفته شده بود راستی برای در دهشت انداخت. خداوند متعال در سوره احزاب چند آیه به این موضوع در مناسبت به این موضوع نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله. میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی که تو به اون شخصی که خداوند براش نعمت داد و تو براش نعمت دادی، مقصد زید ابن حارثه است که یک زمان غلام بود آزاد شد، اینقدر آبرو و شرف پیدا کرد، حتی چند مدت پسرخوانده محمد صلی الله علیه و سلم گفته میشد. در تربیه رسول الله از خردش بزرگ شده است. خدا براش انعام داد و تو براش انعام ها دادی، رفتی زینب بنت جحش دختر عمت براش خواستگاری کردی. اگر چند همکف نبود، زنهای اشراف قریش بسیار شرف داشتن، نکاح با یک شخصی که یک زمان غلام زاده بود روا نمیدونستن، بر شأن خود جایز نمیدونستن. وقتی که تو میگه گفتیش که زن تا نگه بدار، از خدا بترس، زن تا نگه بدار، طلاقش نکن، واقعا همین خیلی شده است. زینب وقتی که طعنه میزد شوهرش زیده، و مرد بدوخی، مرد وقتی طعنه زدی چند طاقت میکنه. می اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکایت که یا رسول الله همین زن به من سازگار نیست. چرا می اومد؟ برای آن که تا اجازه پیغمبر که نمیشه چه سرش میداد. زنی را که رسول الله خودش خواستگاری کرده از دو دستش، همین زن پسندم نمیکنه. حضرت دائم تاکیدش میکرد امسک علیک زوجک واتق الله، زن تا نگه بدار، از خدا بترس، از خدا بترس یا زید. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاها. من میدونم میگه خدای تعالی که تو در دلت پنهان میداری. چرا زید میگوی که زن تا نگه بدار؟ برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با الهامی که خدا براش داده بود دریافته بود که اگر همین زید زنش سر بته، خداوند امرش میکنه که زینب بگی. اگه تصور کنه چی حالتی بود. اینا بعد 1400 سال منافقای بدبخت یافت میشن که طعنه میزنن. اما این کار در حال شده به در سال 5 هجری که در خود مدینه منوره صدها منافق بود. از یک طرف یهودی ها، از یک طرف مشرک های قریش و دیگر قبیله ها چی طعنه های در حق پیغمبر میزدن. خاصتا که نزد اونا حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی بسیار بلند بود. پسرخوانده حتی از او پدرخوانده خودش میراث میبرد. بسیار طعنه های زیاد میزدن پیغمبر. حضرت دیگه آزرده شده بود، بیزار شده بود از طعنه و ملامت این مردم. از همین خاطر نمیخواست میره. خداوند که الهام داده بود همین دلش گواهی میداد که حالی همین زید اگر زنش سر بته، خداوند امر میکنه که زینب بگی، تا اینکه مردم بفهمن که همین حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی هیچ اعتباری ندارد، بعد ملامت مردم در سر میریزه. خداوند سینش میگه از مردم میترسی؟ آخی خداوند حق دارتر است که از او بترسی. زینهار طمع مدار از غیر خدای که این رغبت خلق نیم ساعت باشد. از غیر خدا چیزی طلب نکن که این رغبت مردم نیم ساعت. تا از مردم میترسی که ملامتت میکنن؟ ای حبیبی من تا از خدا بترس، والله احق ان تخشاها. خداوند حق دارتر است که از خدا بترسن بندگان خدا.
نه از مخلوق. اما با وجود این زید طاقت نکرد، طلاقش داد. هر قدر که پیغمبر تاکیدش کرد از خدا بترسه مرد، زن تا سر نتی. یک روز جانش بلبش اومد، زینب تهنش زد، تمام غلومی نبودی که بیبی خدیجه ترا از بازار خرید تو چون مشکل است دامی تعنی زن اودا بکشه. اگر مردی به ناموس باشه بسیار سخت است. شیخ سعدی رحمت میدونه نوخی، خدا رحمتش کند. شیخ سعدی در زمانهای جهانگردش وقتی در فلسطین بود، نصرانی ها اومدن، جنگ های صلیبی شروع شده بود، اما کریستانوسای اروپا اومده بودن. از بس که مسلمان بود همراه مجاهدا بر ضد چونخیز در جنگ اسیر افتاد. اسیرها را از اسیرهای پیش میفروختن به غلامی. سعدی را هم گرفتن در دست پاش زولاله زدگی بازار غلام فروشی برآوردن. ناخوش یک مرد دیدش، یک شخص شریف آدم خوب دید که سعدی بزرگوار در بازار غلام فروشا میفروشن، یا عالمی نامدار. نرخش کرد، به 10 دینار خریدش، آورد. یک دخترک در خونه‌اش دوست دختری نازپروردی بسیار ارکه، دخترش نکاح کرد دادش به 100 دینار. 100 دینار مهر دختر بود. بیچاره کیسه خودش برآورد داد، سعدی را داماد گرفت. دیگه او زنک همین میشیشت و میخیست، بیچاره سعدی را طعنه میزد. یک گپ میگفت که خب که تا همه نیستی که پدری ما به 10 دینار ترای بازار غلامو خریده بود، با تو زبان برآورده گپ میزنی. با جان رسید، گفت بله من اون بیچاره بی سعادتی هستم که پدرت به 10 غلام به 10 دینار از بازار خریده که من به 100 دینار آورد به تو فروخته کم. شنیدم گوسفند را بزرگه، رهانید از دهان و چنگ گرگه. شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روانی گوسفند از وی بینالید. که از چنگال گرگم در ربودی، چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. گوسفندی بیچاره گفت فرقی بین تو و گرگ چی بوده؟ از خدا بگیرد گرگ خوب نبودم تا میجی قید یک خفا میکرد میکشتم تو کلبه میبری با دور میپرتوی. از همین خاطر زید طاقت نکرد، زنش سر داد. این آیه قرآنی است. خداوند در ادامه آیت میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. وقتی که زوج مرادی چه حاصل کرد، یعنی که زنش طلاق داد، او را ما به تو نکاح کردیم دادیم. خداوند پیغمبرش میگه زوجناکها. بی زینب مادر مو وقتی که گپش قطعی بخچوناش میگریخت، قطعی کنداشاش میگفت نکاح شما را در همین دنیا ولیهاتو کردین، نکاح ما را از پشت 7 آسمان خداوند متعال کرده است. خداوند ما را نکاح کرده در حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند میگه زوجناکها، ما میگه او را نکاح کردیم در تو دادیم. باش سببش میگه تا اینکه بر مؤمنا حرج نباشد، تا اینکه مؤمنا بدونن که همین حکم پسر خواندگی و پدر خواندگی و مادر خواندگی هیچی اساسی نداره در شریعت، اصل نداره، با این محرم نمیشوی. سبحان الله. پس زینب بنت جحش زوجه مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم از خداوند ایرا بر او لازم گردوند، با الزام خداوندی است. از دست حضرت هیچ کار نمی اومد. اگر پیغمبر میتونست نمی گرفتش، اما این امر از جانب پروردگار است. این آیه قرآن است. اگه این خانه سوخته این مستشرقای خارجی مخصوصا بدین ها بعد رمن می نویسن و در آمد پیغمبر و این همه سفسطه است بچه ها. و شما کتاب های اصل بخونه چه بگیرم سفسطه های مستشرقه و بعضی کافر معاب ها را. زینب دید که از درون حمام برمده است، گفت خشا سبحان الله، بزرگ از پروردگاری که ترا به این حسن جمال خلق کرده است. چی؟ پیغمبر زینب ندیده بود؟ زینب در پیش رسول الله کلان شد، دختری عمش بود، خودش رفت خواستگاری کرد آورد به پسرخان جدا بودش. زینب ندیده بود که این سخنو را میگه. نعوذ بالله، این گپ در حق یک آدم متقی گفته نمیشود، چی برسه به حق یک پیغمبر محبوب به این بزرگی و به این عظمت.
بسیار متاسفانه وقت متنگ است و باشه در این موضوع، اطراف این موضوع سخن بسیار بود. خب زوجه هشتم پیامبر زینب بنت جحش سال 20 هجری وفات کرد. بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اول زنش که از دنیا گذشته است همین زینب، آخرین زنش ام سلمه. زوجه هشتمش موافق تاریخ خرونولوژیا جویریه بنت حارث، دختری سردار قبیله بنی مستلق. اینجا سخن بسیار است، متاسفانه ما دیگه وقت نداریم. جویریه مادرمون سال 56 در بعض روایات سال 55 هجری از دنیا گذشته است. زوجه نهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان، دختر ابو سفیان ابن حرب. ام حبیبه بسیار زنی صالحه بود، خدا رحمتش کنه، در سال 42 یا 44 هجری از دنیا گذشته است. این دختری اما ابو سفیان است که مسلمانان خاصتا محمد صلی الله علیه و سلم بر پدر خودش ترجیح داد. زوجه دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم صفیه بنت حیی ابن اخطب. این دختری حیی ابن اخطب یهودی است، سردار قبیله بنی نظیر از یهود که بعد جنگ خیبر اسیر غلطیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را آزاد کرد، خرید آزادش کرد و در نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم درآمد به خاطر نگه داشتن شرافتش. عمری دراز دیده است مادرمو صفیه نیست. و زوجه 11 آخران زوجه‌ای که پیغمبر نکاح کرده است میمونه بنت حارث، خاله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که اینم سال 61 از دنیا گذشته است. عمری دراز و با برکت دید. دو زن دیگر، یکی از قبیله بنی کلاب و دیگری از قبیله کنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرد، اما با بعضی سببها قطعش و ازدلاف و نزدیکی نکرده است. اما نکاح کرده طلاق شد که حجت به گفتن اونا نیست. و حضرت صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه دو کنیز دیگر هم داشت. متاسفانه ما زنها را از کنیزها فرق نمیکنیم. کنیز زنی را میگن که از بازار خریده میشود یا کسی به او هدیه میکند. امو کنیزا پیغمبر با اونا نکاح نداشت، به حکم خواجگی و به حکم ملوکیت با اونا معامله و مناسبت میکرد. یکیش ماریه قبطیه از مردم مصر که مقوقس حاکم مصر است براش هدیه کرده بود. و پسرک از این ماریه قبطیه رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب شد. پسرکی را با نام ابراهیم که در 17-18 ماهگی از دنیا گذشت. همون سال 10 هجرت رسول الله. یک چند ماه بعد پیغمبر خدا را دنیا را بدرود گفته رفت. و کنیز دوم ریحانه نام دارد. بعضی معرخا همینجا خطا کردن که گویا ریحانه را پیغمبر آزاد کرد بعد به نکاح گرفت، اما قول اصح این است که کنیز بود. از قبیله بنی قریظه یهود یک کنیز بود با نام ریحانه بنت زید که او هم کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چیزی که بر روایات صحیحه به خلاف از برای ما و شما نسبت ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است همین است. متاسفانه وقت ما به آخر رسید. ان شاء الله ببینید همین سوالا خودش یک موعظه‌های جدا دراز میشیدیم. اگر خداوند امکان مبتر هفته آینده هم تخصیص میتیم از برای پاسخ گفتن به سوالهایی که برادران مسلمان دادند. این دفعه کوشش میکنیم کوتاه‌تر بگیم. متاسفانه بعضی سوالایی هست که مسائل حیاتی و مماتی است، مسائلی است که ننگ ناموس تمام مسلمانان در داخل دارد. از همین خاطر اگر ما کاملتر گپ نزنیم باور کنید خودمون مجرم و گناهگار میحسابیم. از همین خاطر امروز نسبت ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت اندکی به درازا کشید. پروردگار و صحبت من صحبت مؤثر گردان، نه از صحبت‌های بی تاثیر. و خداوند ناموس و ننگ اسلامی برامون ارزانی دار که امهات المؤمنین ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مادرهای خیش بیشتر و زیادتر دوست بداریم. همچنانه که به خاطر دفاع از ناموس مادران قائم میشیم، به خاطر دفاع از ناموس مادرهای افضل و ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائم گردیم. پروردگار
او دشمنان حبیب محمد صلی الله علیه و سلم رو که نسبت ازواج مطهره به آدابی ظاهر میکنن و سزای عملشون رسان. و پروردگار مساعدت فرما که ما فرزندان واقعی، فرزندان حلال زاده باشیم که از ناموس مادرامو دفاع کنیم و عملهای خیر خوب انجام دهیم که فردا روز قیامت او مادران ما را به فرزندی قبول داشته باشند و فرزندم گفته و ما و شما مراجعت کنند. آمین یا رب العالمین. یک مرد بیگانه با زن بیگانه در یک خونه شیشتیان چای خوردستیان. این کی است؟ اکا خانم ایرود در خواب. اکا خان چی هست؟ در اسلام خیلی گم نیست بچو. اگر که اجازت میشد خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم اجازت میداد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما كان محمد با احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. الآیه. خداوند گفت که حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم برای هیچ کدام شما را پدر نیست. ای زید، این محمد پدر ایت نیست، این پیغمبر ایت است، این مولا ایت است، این رسول خدا است، خاتمه تمام پیغمبران است. با این در نبوت دیگه بسته می شود. بعد این دیگه پیغمبر مبعوث نمی گردد. شریعت محمد صلی الله علیه و سلم شریعت آخران خواهد بود. پس حکم پسرخواندگی و دخترخواندگی و برادرخواندگی و مادرخوان و دیگر از بین رفت. اما این سخن به مردم هیچ اثر نمیکرد. بعضی کروی